این مجموعه اسلاید با رویکردی حرفه‌ای و آکادمیک توسط فروزان جوادی متخصص سلامت روان و عضو انجمن روانشناسان بریتانیا برای آموزش نگهداری مؤثر از بیماران دمانس در منزل طراحی شده است. مراقبت از بیمار دمانس در منزل، راهنمای جامع رفتاری، محیطی و تغذیه برای خانواده‌ها را در این ویدئو مرور خواهیم کرد. بخش اول این ویدئو به تعامل و رفتار اختصاص دارد. یاد می‌گیریم چگونه با بیمار ارتباطی مؤثر و آرامبخش برقرار کنیم. اصول گفتگو با بیمار شامل استفاده از جملات کوتاه و ساده و تایید به جای بحث است. با این روش‌ها از سردرگمی بیمار جلوگیری کرده و مسیر گفتگو را به آرامی تغییر دهید. اهمیت تماس فیزیکی و چشمی در انتقال حس امنیت به بیماران دمانس بسیار مهم است. همیشه از روبرو به آنها نزدیک شوید و در سطح چشم قرار بگیرید تا آرامش منتقل شود. بخش دوم به محیط امن اختصاص دارد. در این بخش تغییرات ضروری در خانه برای جلوگیری از حوادث را بررسی خواهیم کرد. نقاط حساس در خانه شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی و راهروها هستند. نصب قفل ایمنی برای گاز، استفاده از دستگیره‌های کمکی و روشنایی کافی شبانه ضروری است. برای نورپردازی صحیح، قبل از تاریک شدن هوا پرده‌ها را بکشید و چراغ‌ها را روشن کنید تا از بیقراری و ترس بیمار جلوگیری شود. همچنین محیطی خلوت و بدون اشیاء اضافه ریسک افتادن را به حداقل می‌رساند. بخش سوم به مدیریت تغذیه اختصاص دارد. در این بخش راهکارهای علمی برای زمانی که بیمار غذا نمی‌خورد را بررسی می‌کنیم. راهکارهای عملی در سفره شامل تغییر بافت غذا به پوره شده یا نرم برای مشکلات بلع، استفاده از غذاهای انگشتی و ایجاد تضاد رنگی با بشقاب‌های قرمز یا آبی تیره برای تشخیص بهتر غذا است. تحقیقات علمی نشان دادند که استفاده از بشقاب‌هایی با رنگ‌های تند و متضاد مانند قرمز به بیمار کمک می‌کند تا مرز بین ظرف و غذا را تشخیص دهد. این کار به تنهایی می‌تواند میل به غذا خوردن را تا 25% افزایش دهد. نکات حیاتی برای مراقبین شامل صبوری و خونسردی، حفظ برنامه زمانی ثابت، درخواست کمک از دیگران برای جلوگیری از فرسودگی و بررسی پزشکی دوره‌ای دهان است. سپس از توجه شما. مراقبت با عشق بزرگترین هدیه به عزیزان است. برای هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی بیشتر با ما در تماس باشید.